میگن زمین لرزه های کوچیک خیلی خوبن، چون معمولاً آسیبی ایجاد نمی کنن و باعث میشن انرژی زمین کم کم تخلیه بشه و از زمین لرزه بزرگ و خرابی زیاد جلوگیری بشه. به نظرم انسان هم به اوسیان‌های کوچیک، به زمین لرزه های کوچیک نیاز داره. آدمی که هیچ اوسیان کوچیکی نمی‌کنه، آدمی که به خودش اجازه خرابی های کوچیک نمیده، یا تبدیل به انسانی بیروح میشه یا در جای نامناسبی عصیان بزرگی میکنه و به خودش و به اطرافیانش صدمه میزنه. کفر عشق آمیز شیطان عبرت آموز هم شده است، گرچه در نزد شما جز بنده ای مغزور